زمستان سال 1349 شمال بغداد. صدای چند گلوله سکوت هوا را شکست. کسی که روی زمین افتاده بود همان کسی بود که سالها پیش سازمان اطلاعات و امنیت کشور معروف به ساواک را تأسیس کرده بود. نامش تیمور بختیار بود، مردی که از قلب قدرت برخاست و در نهایت توسط همان قدرت نابود شد. اما برای فهم سرنوشت او باید به ریشه‌هایش، خانواده و دوران کودکیش برگردیم. تیمور بختیار در سال 1293 هجری شمسی در قلعه دزک منطقه بختیاری به دنیا آمد. پدرش فتری خان بختیار یکی از خانهای بانفوذ ایل بختیاری بود. از همان کودکی تیمور در محیطی پر از قدرت، سیاست و رقابت بزرگ شد. او با دیدن کشمکش‌های قدرت بین طایفه‌ها درس‌های سخت زندگی را زود یاد گرفت. خانواده بختیار علاوه بر قدرت سیاسی به شجاعت و مهارت نظامی شهرت داشتند. تیمور فرزند بزرگ خانواده از همان کودکی علاقه شدیدی به امور نظامی و مدیریت داشت. میگویند وقتی تنها 10 سال داشت با شیوه‌های آموزش سنتی و تمرین‌های نظامی آشنا شد و همانجا شعله جاه طلبی در وجودش روشن شد. برای ادامه تحصیل تیمور ابتدا به لبنان رفت و سپس وارد مدرسه نظامی معروف سن سیر فرانسه شد. تجربه زندگی در خارج از ایران، برخورد با نظم، قانون و قدرت اروپایی‌ها ذهن او را آماده کرد تا روزی در ایران نفوذ و قدرت پیدا کند. تیمور وارد ارتش شد و خیلی زود در پست‌های مختلف پیشرفت کرد. ویژگی بارز او جسارت، سختگیری و توانایی برنامه‌ریزی دقیق بود، چیزی که باعث شد تا در طی سالها نه فقط ارتش بلکه حلقه‌های نزدیک به شاه به او اعتماد کنند. سال 1332 کودتای 28 مرداد. شاه در تبعید بود و فضای کشور به شدت متشنج. تیمور بختیار در آن زمان فرمانده لشکر کرمانشاه نقش کلیدی در آماده سازی نیروها برای بازگرداندن شاه داشت. او یکی از اولین کسانی بود که برنامه‌ریزی نظامی و اطلاعاتی انجام داد و توانست نیروهای مخالف را تحت فشار قرار دهد. بعد از موفقیت کودتا، بختیار در دستگاه قدرت جایگاهی ویژه یافت، چرا که ثابت کرده بود میتواند قدرت را سازماندهی و حفظ کند و این خصیصه‌ای بود که شاه به شدت به آن نیاز داشت. در اسفند سال 1335 شاه تصمیم گرفت سازمانی بسازد که بتواند مخالفان را کنترل کند و از حکومت محافظت کند. این سازمان ساواک نام گرفت و ریاست آن به تیمور بختیار سپرده شد. ساواک در دوران ریاست بختیار به یک دستگاه قدرتمند اطلاعاتی و امنیتی تبدیل شد. دستگیری رهبران حزب توده، مراقبت از دانشگاه‌ها، بازجویی از مخالفان، کنترل رسانه‌ها، همه زیر نظر او انجام می‌شد. قدرت بختیار به حدی رسید که حتی وزیران و افسران عالی رتبه نیز از او می‌ترسیدند. اما همین قدرت نقطه شروع سقوطش شد، چرا که هیچ کس، حتی شاه، نمی‌دانست حد و مرز جاه طلبی بختیار کجاست. در سال 1339 شاه به تدریج احساس خطر کرد. بختیار در ارتباط با مخالفان شاه و برنامه‌ریزی برای کودتای احتمالی اعتماد شاه را خدشه‌دار کرده بود. سرانجام در اسفند ماه 1339 بختیار از ریاست ساواک کنار گذاشته شد و روابطش با دربار به سردی گرایید. او که زمانی مهره‌ای کلیدی بود، اکنون دیگر به چشم یک تهدید دیده می‌شد. بعد از برکناری، تیمور ابتدا به اروپا رفت و سپس به عراق، جایی که حکومت بعث بر آن تسلط داشت. او فعالیت علیه شاه را از سر گرفت. تماس با مخالفان، جلسات محرمانه و حتی برنامه‌ریزی برای کودتایی جدید. اما شاه بختیار را هرگز فراموش نکرد. او در لیست اعدامی غیابی قرار گرفت و ساواک مأمور یافتن و حذفش شد. تابستان 1349 شهر بعقوبه، شمال بغداد.
شهر آرام به نظر می رسید، اما در پس پرده یک نقشه کشیده شده بود. مأموری به نام مستعار فرهنگ، مأمور ساواک، وارد صحنه شد. فرهنگ فردی با مهارت‌های بالا در نفوذ و شناسایی هدف بود. او به تدریج اعتماد بختیار را جلب کرد. با معرفی خود به عنوان یک حامی مخالف شاه، جلسات محرمانه برگزار کرد، در لحظه‌های خصوصی با او صحبت می‌کرد و نشان می‌داد که همفکر و همراه است. فرهنگ به مرور وارد حلقه دوستان نزدیک و مشاوران بختیار شد. او با رفتارهای طبیعی و محترمانه، بی آنکه شکی ایجاد شود، خود را عضوی از تیم اعتمادساز جا زد. هر حرکت، هر حرف کاملاً از قبل برنامه‌ریزی شده بود تا بختیار کوچکترین شک و تردیدی نکند. سرانجام در یکی از روزهای تابستان در خانه یا دفترکاری بختیار در منطقه امن در بعقوبه، فرهنگ توانست موقعیت مناسب را پیدا کند. بختیار در حال خواندن نامه‌ها و صحبت با دستیارانش بود. هیچ کس انتظار حمله نداشت. صدای شلیک ناگهانی سکوت را شکست. بختیار زخمی شد و کمک رسانی فوری انجام شد، اما جراح‌ها جدی بودند. فرهنگ قبل از فرار تمام شواهد و مسیر خروجش را با دقت برنامه‌ریزی کرده بود تا دسترسی به او ممکن نباشد. بختیار به بیمارستان الرشید منتقل شد، اما چند روز بعد درگذشت. گزارش‌ها و منابع می‌گویند که ترور با اطلاع ساواک انجام شد، اما جزئیات دقیق هیچ وقت منتشر نشد. عده‌ای می‌گویند دولت عراق در جریان بوده، عده‌ای معتقدند قدرت‌های خارجی نقشی داشتند. نام مأمور اصلی یعنی فرهنگ تنها در برخی اسناد غیر رسمی آمده و جزئیات رفتارش و نحوه نفوذش هنوز در حالی از ابهام است. آیا فقط مأمور ساواک مسئول بود؟ یا دولت عراق و قدرت‌های خارجی هم نقش داشتند؟ تیمور بختیار، مردی که ساواک را ساخت، در نهایت توسط همان دستگاه از میان رفت. قدرت نردبانی بود که او با آن بالا رفت، اما وقتی به بالاترین پله رسید، دیگر هیچ پله‌ای برای بازگشت نمانده بود. تاریخ پر از راز است، اما بعضی رازها هنوز در سایه باقی ماندند. نظر شما چیست؟ آیا همیشه قدرت به نابودی خالقانش منجر می شود؟ اگر می خواهید روایت افراد تاریخی دیگر را بشنوید، کانال را سابسکرایب کنید.